کنید برای آخرین بار میخوام مجددا قدرت خودمو به شما ثابت کنم. هر جان منو داشته باشه مرد خواهد شد. خوب نگاه کنین اینم نمونشه. حکومت لازمش عدالته در هر شرایطی که باشه. کسی که ظلم اسلحه خودش قرار بده یه روزی قربانی اسلحه خودش خواهد شد. واقعا این زبون دراز رو بندازید تو آتش تا معنی عدالت رو بفهمه. زود باشین همین ستان همیشه هم مهمون داره. زود باشین بینه بردن لش میشون بابا میگه پری دست ماینه چیزی؟ نوقت گله مال خوبیه خودش چه خبر اونجا زاره؟ نمیتونم لبا چرا بابا؟ باشه مرسی گردگیری نکن با مردم. او منم گفتم ده بابا این ما رو کش با این پری من اونو استیرم من آدم گل میشم برو 2 ساعت دلش میشم پرهانه رفته معاینه پری امروز کار نمیکنه. منم پری آقا من نینی پری دیرم 2 ساعت دلش بابا صبر میاد بابا اونی که زده فیله اونو منو بری مدلکه خانم منیژه نیمان باره بابا از صبح تا نشستی اینجا. منیژه مهمون داره 24 ساعت از اتاق نمیاد بیرون. برو ببینیم مامی 2 تا ژتون بده 30 تومن خوابه مگه اینجا دکون بقالیه. ژتونی 26 تومنه. بزنین سیگارو ببینم. برو یالا hayat her gerçi geçtim otağına akşamadan saklayacağım. Neyini yaptı? Tamam. Ben geçti. Yaktı. صبر کن یه دقیقه. درش میارم. صبر کن خودم درش میارم. کمک. آخه دکمه ها رو کندی. لغش نکن من حالم. چرا عجله داری؟ 7 ماه هلا کردن 7 ماه. خب. میخوام ببینم سر جاش طرف یا نه. آخه میدونی اون تو با آدم دوا میدن. اینه که میخوام ببینم آره یا نه.
یا این ملافه رو بنده کنار دیگه. سکو تموش. چندی لبم میشه یه دورم مهمونم کنی؟ چه خوش اشتها. آخه همین امروز از زندون اومدم بعد 7 ماه. نمیشه، باید جتون بگیری. واه گفتیم تو شما هم با معرفت هست، تو لوتی هست. جتون میگیری یا برم؟ خب چی میشه یه رام مهمونم کنی؟ من روغن کرمانشاهی میفروشی؟ جوونم خوشگلم برفوشی خریدارم اما نسیه تو نمیری ها. قیمت هم خیلی بالا این حرف هست. میارم بهت میدم دیگه. گفتم که دختر تازه از زندون در اومدم بعد 7 ماه خیلی خرابم. باید جتون بگیری. تو شما هم دیگه با معرفت پیدا نمیشه. میخوام بهت رسید بدم. مهمونش کن بابا، بعدم میاره بهت میده. من بیشناسمش از اون پسرای نیک روزگار حلوای خاله. آقا حسینی میبینی چه چونه میزنه؟ اینقدر بی خیر و برکت نباشیم به نسیه خوری عادت داره. دیدی حاجی چقدر سرشناسه. دیدی اتاق بغلی هم ما رو قبول داره. آقا حسینی بیا مهمون من باش، اما جوهرتو نشون بده ها. نزد تو خاکت بلند شه، ضربش کن. به خواب و وصیت کن. مهمون نمیکنی ها؟ من تو همین اتاق بغلی هم شیطون خاصی ها بزن به دیوار. ببینم بیا جان. قبول نداری مرارو؟ قبول نخور دیگه. بذار ببینم لبت کجاست. لبو بل کن. ماشالله. از بس هول زده زیب شلوارش هم نکشیده. گفتم میرم خرمشهر، الان بهاره اما نمیدونم چطور شد دم ایستگاه قطار دلم یه جوری شد، وسواس برم داشت. نمیدونم الان خرمشهر چجوری شد. مشتری خودم بوده. پس